هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی که شب 18 به 19 مای از فرودگاه دمدید و در کنار شهر مسکو پایتخت روسیه به قصد شهر کولوب تاجیکستان به پرواز خسته بود، به تاجیکستان رسیدن نتوانست. از اطلاع پایگاه فلایت رادار 24 برمیآید که این هواپیما در فضای ولایت پنزه روسیه ادامه پرواز خود را قطع کرده به فرودگاه دمدید و برگشته است. در شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی از شرح سبب‌های از روی پروازش پس گشتن هواپیمای مسکو کولوب خودداری کردند، ولی تلگرام کانال اویاترشنا از قبل منبع خود خبر داده است که سبب از رویش برگشتن هواپیما به پرواز اون اجازت ندادن جانب تاجیکستان بوده است. به گفته منبع این کانال، مسئولان اورالسکی اویالینی از قبل اجازت مقامات اویاسیونی تاجیکستان را برای انجام پرواز با این هواپیما که حجتگذاریش چندان جابجا نبوده است نگرفته بودند، ولی کانال اویاترشنا می نویسد که همین هواپیما همان روز 18 مای از کولوب به مسکو و از آن پیشتر از مسکو به کولوب بدون کدام مشکلی پرواز انجام داده بود. روز 18 مای پروازهای دیگر شرکت اورالسکی اویالینی از اکاترینبورگ و مسکو به شهر کولوب تاجیکستان بدون مشکل صورت گرفتند. یادآور میشویم وقتی کشورهای غرب در پی حمله ارتش روسیه به اوکراین به ضد روسیه تحریمات سنگین جاری کردند، شماره زیادی از هواپیماهای شرکت اورالسکی اویالینی که زیر قرض لیزینگ بوده در کشورهای دیگر ثبت نام شده بودند تحت خبر حبس قرار گرفتند. شرکت به این دلیل یک مدت تقریبا همه پروازهای خارجیش را قطع کرد و هواپیماهایش را در روسیه از نو ثبت نام کرد. در پی جاری شدن تحریمات بین المللی، دهها هواپیمای مربوط به شرکت‌های هواپیمایی روسیه در فرودگاه‌های کشورهای گوناگون به حبس گرفته شدند.